فصل بستنی طالبی هم شروع شد، فقط هم با طالبی یخزده و شیر یخزده. برای این بستنی سالم و خونگی طالبی رو تیکه تیکه کردم، شیر رو هم ریختم توی یک قالب، هر دو رو گذاشتم فریزر. بعد از اینکه حسابی یخ زدن از فریزر در آوردم، شیر یخ زده رو به تیکه‌های خیلی کوچیک تقسیم کردم که به دستگاه فشار نیاره و همه رو با هم دیگه زدم. اگه طالبی حسابی شیرین و رسیده باشه شیرین کننده هم نمیخواد، اما اگه خواستین میتونین کمی عسل اضافه کنید. برای جذابیت بیشتر و خوشمزه تر شدن و معطر شدنش هم میتونید هل سبز رو آسیاب کنید و بپاشید روش و همچنین یک مقدار گل سرخ هم با دستتون خورد کنید و بپاشید روش. چه شود بستنی طالبی خونگی که میتونید درست کنید به همین راحتی و آسونی.